حامد جانم. تو تمام این مدت تو تنها چیزی بودی که من از خدا میخواستم. یه چیزی بگم باورت نمیشه. تو هر چی بگی من باورم میشه. تو رو خیلی قبل‌تر رو بهم دادم. یعنی چی؟ یه شب همون اولا بعد از ماجرای کلاس وقتی تنها بودم تو رو دیدم. خودم و تو رو با هم بودیم. خواب بود؟ نه، تو رو بهم نشون دادم. انگار همون شب عقدمون رو خونده باشم. بعد از اون همش با هم بودیم. ازش فرار میکردم اما نمیشد. حامد من گیج شدم. اگه خواب نبود پس چی بود؟ نمیدونم.